این مقاومت چیز نوی نیست که بر ما کس بیاموزانه. محمد ظهیر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه ضمن یک همایش در این سفارت گفت طالبان ساکنان عادی را بیرحمانه و دستجمعی به قتل می‌رسانند. اظهارات جناب اغبر به گفته خودش بر اساس تماس‌ها با ساکنان محلی است. دیروز با یکی هست هموطنانم داخل صحبت بودم. اینا بالاتر از 400 نفره بدون محکمه، بدون پرسان به تیر بسته کردن و در گورای دستجمعی دفن کردن. تنها و قریه که من زندگی میکنم در یک گودال 13 جوانی که نانهاور خانواده خود بوده. نه سلاح به دست داشته و نه داخل جنگ بوده، بلکه در مزرعه خود مصروف کشت کار بوده و اینا را به قتل رساندن. در همایش چند عکس هم به نمایش گذاشته شده بود که به گفته سفیر دلیل جنایت‌های جنگی و قتل عام از سوی طالبان است. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در این همایش گفت سفیر افغانستان در تاجیکستان باید دلیل‌های قتل عام از سوی طالبان را گرد آورده به سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشر سپارد. و بسیار جای حیرت انگیز است که سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشر گویا هم کور باشند هم کر باشند. ما نمیدانیم که چقدر آدم باید کشته شود که بعد نسل کشی اون اعتراف کنند. تحقیق تا کجا درست بودن گفته‌های سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان درباره قتل عام مردم بیگناه و پیدا کردن گروه‌های دستجمعی در افغانستان ناممکن است. نظر طالبان هم به این ادعای جناب اغبر دسترس نیست.